بیشترین دروغی که سر سفره میگن میدونی چیه؟ این که میگن غذای من دست نخورده است. اگه دست نخورده است چرا نصفه است اصلا؟ این مثلا طرف غذا نصفه برمی‌داره میگه بیا اینو بگیر دیگه، میخوایم دست نخورده است. خب زهر مار، خب اگه دست نخورده است چرا این نصفه است؟ یا چرا نصف اون غذای مثلا دست نخورده توی بشقاب خودته؟ اینو به من بگو، یا اصلا قایمش کن بعد بیا به من بگو که غذای من دست نخورده است. یا شاید هم منظورشون از دست نخورده اینه که دستشون بهش نخورده، قاشقشون بهش خورده ها، دستشون بهش نخورده، واسه همین میگن دیگه دست نخورده است. راست هم میگن نه؟ من اصلا نمیفهمم که چجور روشون میشه که اینجور بگن. حالا درسته تعارفه، ولی تعارف الکی هم نکنید یا دروغ نگید که حالا دست نخورده است. دیگه زایتر از این مثلا طرف برنجشو خورده نصف بشقابش جا مونده، اینو دیگه نمیدونم چجوری میخواد بگه بیا دست نخورده است، بیا اینو بگیر.